إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. درباره اسماء الله الحسنا مقدمات شده در سای قبلی خدمتتان تقدیم کردیم. امروز بخیر دیگه ماه چی است دیگه، روز با برکت است که امی اولین نام از نامهای الله سبحانه و تعالی را شروع میکنیم. الله متعال برای ما و شما توفیق بده که امی 99 نام کلش ان شاء الله تعالی بخوانیم. اولین نام از نامهای الله سبحانه و تعالی خود لفظ جلاله یا الله سبحانه و تعالی هست. در قسمت ازی که لفظ جلاله اول میم سر معنای لغویش تو که از نگاه علمای لغت چی میگن سر ازی بحث میکنیم. در بحث لغویش علما میگن که دو نظر دارن. یک نظری است که امی لفظ جلاله که است این اسم مشتق است، یعنی اشتقاق شده. اله سر اله الف لام داخل شده، الاله شده و بالاخره باز به حساب امو قواعد زبانی و زبان شناسی بازی الله تبدیل شده. پس اونا میگن که خود اسم الله اشتقاق شده از اله، الف لام درش داخل شده. و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. اینجا 3 مرتبه کلمه اله چی شده؟ تکرار شده. و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. نظر دوم از علمای دیگه هستن، اونا میگن که نه، اصح قول میگه ای است. مثلا صاحب قاموس المحیط میگه، یک عالم بزرگ است، این میگه که این نام که است از اول نام بوده، یعنی از اول نام بوده و این تو اشتقاق نشده، بلکه از اول نام الله سبحانه و تعالی به می شکل بوده. و صاحب یک دیکشنری دیگه هست به نام تاج العروس میگن، نام دیکشنری هست معجم میگن در زبان عربی. او هم میگه و اصحها انه علم لذات الواجب الوجود، میگه این نام الله هست، یعنی تو اشتقاق نشده. به هر صورت دو نظر از علمای بزرگ است و اردویش ما خدمتتان گفتیم. معنای اصطلاحی لفظ الله چی هست؟ علمای عقیده درباره از میگن که اول الله که است نام بر رب العالمین است، نام بر رب العالمین است. ان الله اسم لرب العالمین خالق السماوات والارض الذي يحيي ويميت وهو رب كل شيء وملكه. میگه این نام رب العالمین است، نام خالق آسمان ها و زمین است، ذاتی که زنده میکند و میمیراند. دومی است که میگن نام بر معبود به حق است. دومیش یعنی نام بر معبود به حق است. از این خاطر کلمه طیبه امیره میگه که تمام پیغمبرها وقتی که می آمدن بر امت خود میگفتن که لا اله الا الله بگوین، یعنی لا اله نیست هیچ کسی مستحق، یعنی نام معبود به حق یعنی هیچ کس نیست مستحقی که ذاتش عبادت شوه و شریعتش تطبیق شوه الا الله. پس معبود به حق الله هست. و دیگه چیزهایی که او عبادت میشن، اگر ملائکه باشه یا پیغمبر باشه یا ولی باشه یا درخت باشه یا نبات باشه یا قبر باشه یا بت باشه، اینا معبودان باطل گفته میشن، معبودان به حق نیستن. اگر یک کسی یک ملائکه را هم عبادت بکنه او معبود حق گفته نمیشه، چرا الله نام معبود به حق است و دیگه مخلوق هستن معبود نیستن. علامه الرازی میگه الله معناه انه الذي يستحق العباده. علامه الرازی صاحب یکی از تفاسیر بسیار مشهور است، این میگه که الله معنایش چی است؟ یعنی ذاتی که مستحق عبادت است. پس این سومی نقطه چی است که علما میگن که الله نام است که در آن تمام صفات الله سبحانه و تعالی جمع شده است. یعنی یکی از نامای الله که تمام صفات الله در او جمع هست لفظ جلاله، لفظ الله هست. اینال کسانی که عقیده را میفهمند و
تفسیر میفهمن، قرآن میفهمن، قرآن شناس هستن، یا هیچ وقت کلمات خدا و سختن و یا را استعمال نمیکنن. چی را استعمال میکنن؟ لفظ الله را استعمال میکنن. یعنی اگر شما 10,000 مرتبه خدا بگوین، به یک مرتبه الله نمیرسه. چرا؟ در لفظ جلاله که است علما میگن که تمام صفات الله، اسما و صفات الله در این خلاصه شده. و این علما میگن که الله ذات رحمان رحیم است. به اساس رحمت خود بعضی کسا هستن، علما هستن، مثلا شیخ الحدیث ها هستن، مفسرین کرام هستن، اونا تمام نام های الله را یاد دارن، اونا را یاد میکنن. یک بیچاره بی سواد آدم ضعیف مثل ما که نمیفهمیم کل نام های الله را، پس خالق متعال بر ما هم یک دروازه رحمت خود باز گذاشته که اگر ما بگیم یا الله، به این معنی است که تمام نام ها و تمام صفات الله را یاد کردیم. پس کسایی که این موضوع را میفهمن زیاد در زبانشان نام الله میباشه، یعنی همیشه الله میگن، دیگر نمیگن. علامه سید طنطاوی این یک عالم بزرگوار است، میگه فالله اسم للموجود الحق، میگه الله که است نام است بر یک موجود به حق، الجامع لصفات الالهیه، که این جامع هست، یعنی جمع کرده تمام صفات الله را، یعنی تمام صفات الله در لفظ جلاله خلاصه شده است. علامه ابن قیم رحمه الله میگه اسم الله دال علی جمیع الاسماء الحسنى و صفات العلی. میگه اسم الله که است، میگه این دلالت میکنه به چی؟ با تمام نامهای الله و تمام صفات الله. سبحان الله. این وقتی که انسانی را بفهمه، شما یک مرتبه میگین یا الله، مثل که الله را با تمام نامها و صفاتش یاد کردیم. چقدر زیبا هست و چقدر ذات مهربان است که انسان بر چقدر یعنی فرصت ها را گذاشته است. چهارمین نقطه که است، میگن الله که است نام است بر معبودی که عبادتش بجز از طریق پیامبرانش فهمیده نمیشه، یعنی او ذات است که عبادت از او از طریق پیغمبرش فهمیده میشه. پس ما اگر میخوایم ذات الله را عبادت بکنیم، باید عبادت را بکنیم که او را پیغمبرش بر ما عبادت گفته هست. اما اگر عبادت را انجام میتین که او پیغمبر صلی الله علیه و سلم او عبادت نکرده و تبلیغ نکرده و دلیلی در قرآن و سنت وجود نداره، بازی در حقیقت عبادت الله نیست. پس یکی از خواص الله سبحانه و تعالی این است که عبادتش توسط پیغمبراش. از این خاطر همیشه الله در طول تاریخ بشریت پیغمبرها را فرستاده، از آدم علیه السلام تا رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب مسئله دومی که سرش بحث میکنیم که نام الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان چه قسم ذکر شده. از الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان چه قسم برای ما و شما معرفی شده که به مو شکل الله را بشناسیم. اول در قرآن عظیم شان الله را برای خالق یگانه استعمال میکنن که او یعنی نام خالق یگانه هست که به فرزند، والدین، همسر، همکار به این چیزا نیاز نداره. یعنی خالق بی‌نیازی هست، صمدیت داره، بی‌نیازی داره، به سکرتر نیاز نداره، به رئیس دفتر نیاز نداره. پس این نام او خالق است. قل هو الله احد، میگه الله ذات یگانه هست. الله خودش معرفی میکنه خدا که الله را که شما عبادت میکنین هو الله الاحد، ذات احد است. الله الصمد، بی‌نیاز است. این سوره اخلاص در جواب است برای کسانی که قبل از اسلام مثلا اعتقادات مختلف وجود داشت. نصرانی ها می گفتن 3 خدا وجود داره، خدای پدر است، پسر است و روح القدس است. مردم های فارس قدیم می گفتن که 2 خدا هست، یکی خدای نور است به نام یزدان و یکی خدای ظلمت است به نام اهریمن. اینا ثنویت داشتن. و یهودی ها بعضشان می گفتن که عزیر پسر الله هست. یک تعداد دیگه بودن که مثلا بت پرستا می گفتن که این خالقی که هست این مثل پادشاه واره هست و برازی پیش پادشاه وقتی که میری اول باید پیش سکرترایش بری که بتها سکرترا و رئیسای دفترش است، باز پیش از او بری. مردم حبشه میگفتن که سکرترای الله که از قبرها هست و میرفتن پیش قبرهای شخصیتای نیک، باز میفتن پیش از این میریم، باز این ما را به الله چی میکنن؟ نزدیک میکنن.
مردم آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفتن که هر کسی خالق خدا به یک شکل معرفی میکنه. شما در این باره چی میگن؟ سوره اخلاص نازل شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم قل هو الله احد، بگو برشان که الله ذات یگانه است. بنان عقیده ثنویت دو خدایی را رد کرد که در فارس وجود داشت. عقیده مثلا تثلیث یا سه خدایی نصرانی ها را رد کرد. باز گفت الله الصمد، الله بی‌نیاز است. این ذاتی که یگانه هست این بی‌نیاز است. پس عقیده بت پرستایی که پیش بت ها می رفتن و می گفتن که او سکرترای خداوند است، یا پیش قبرها می رفتن و می گفتن این سکرترای ازی هست و ما پیش ازی اول عریضه را پیش می کنیم و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله. بت پرستا می گفتن ما پیش ازی بت ها میریم ما الله را میشناسیم، یعنی بت پرستا می گفتن ما الله را میشناسیم و قبر پرستا می گفتن ما الله را میشناسیم، لکن ما نعبدهم، اینا را عبادت نمیکنیم مگر اینا ما را به الله چی میکنه؟ نزدیک میکنه. از این خاطر ای گفت که الله الصمد، الله بی نیاز است. مثل پادشاه نیست که به سکرتر نیاز داشته باشه یا به رئیس دفتر نیاز داشته باشه یا به وزیر نیاز داشته باشه که شما اول عریضیتان پیش از اونا پیش کنین باز اونا چیز کنن. نه خیر، الله ذاتی هست که به هیچ کدام از یا نیاز نداره. دومین چیزی که قرآن عظیم شان بر ما معرفی کرده، معرفی میکنه الله را که ذات است که دارای افعال خاص است. افعال خاصی داره که او افعال به جلال و عظمت از او شایسته هست. ببین هو الذی خلق لكم، مثلا این ذات اول الف خلق کننده هست. هو الذی خلق لكم ما فی الارض جمیعا، الله خالق تمام آنچه که در زمین است. باز مشکلی که برای بعض مردم پیدا میشه، بعضی کسا هستن ادعا میکنن که مثلا من میتونم بر تو تعویض بتم، یا من میتونم این بت میتونه که بر تو دختر بته یا پسر بته یا چی بته. الله متعال بیان میکنه که این صفت این فعل از افعال الله هست. الله خالق است. و باز در آیت دیگه الله متعال رو تفسیر میکنه. قرآن یک آیت دیگه رو تفسیر میکنه در سوره شورا آیت 49 و 50 الله سبحانه و تعالی میگه لله ملک السماوات والارض، مالکیت آسمان ها و زمین مربوط الله هست. الله هست که خلق کننده است. باز چی میگه؟ یهب لمن یشاء اناثا، برای بعضی ها دختر تحفه میده. خانه تو که دختر میشه، در حقیقت دختر چی است؟ یک تحفه از تحفه های الهی است. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، و بر بعضی ها پسر میده. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، برای بعضی ها هم پسر میده و هم دختر میده. یعنی و یجعل من یشاء عقیما، و بعضی دیگر ها هست که اونا را عقیم میسازه که اصلا برشان اولاد نمیده. پس قرآن عظیمشان خالق امیر بر ما معرفی میکنه. ذاتی هست که او هست که پسر میده، دختر میده، اردوش میده یا هیچ کدامش نمیده. شما این ادعا را نکنین. و کسی که اینی گپا رو ادعا میکنه متاسفانه بعضی کسا پیش بعضی از مخلوقات میرن برای ما بچه بتی یا دختر بتی یا چی کو، در حقیقت اینا چی میکنه؟ اینا را در این صفت در ربوبیت الله اینا رو چی میکنن؟ داخل میکنن و در شرک خودم مبتلا میکنن. دیگه الله خودم معرفی میکنه که الله ذات است که او حفظ کننده کائنات است. این عالم هستی را کی حفظ میکنه؟ الله متعال میگه که ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، الله هست که آسمان و زمین و آنچه در آسمان ها کهکشان ها هست، سیارات است، کل از اینا را الله حفظ میکنه اینا را که زائل نشن. در سوره فاطر آیت 41 ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. جیم مالک و صاحب عالم هستی است. قرآن معرفی میکنه که الله و اللهی که ما را عبادت میکنیم و باید شما را بشناسین، او مالک و صاحب عالم هستی هست. ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما، یعنی الله مالک آسمان هاست، مالک زمین هست و ما بینهما و آنچه در بین آسمان ها و زمین هست مالک حقیقی از اینا الله هست. سوره مائده آیت 17. دیگه در آیت دیگه میگه که الله ذات است که اوامرش ایره به مخلوق تشبیه نکنین. مثلا مخلوقات مثلا میزه از درخت جور میکنه، اما الله متعال که است ای خلق میکنه مخلوقات با یک لفظی که بگه. در چی میگه؟ میگه الله ذات است که با یک کلمه اوامرش چی میشه؟ تنفیذ میشه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس الله ذاتی هست که اوامرش با یک کلمه کن تنفیذ میشه. مجرده که میگه امی آسمان ها خلق شوه، خلق میشه.
زمین خلق شود. بسیاری کساس اکثر جوانای ما متاثر هستن، فلاسفه بحث میکنن اول مرغ پیدا شد یا اول تخم پیدا شد، یعنی مثل از اینکه اول تخم پیدا شده این باشه این گپا را سرش بحث میکنه، باز مشکلات ایجاد میکنه. الله متعال که از خالق آسمان ها و زمین است. الله وقتی گفت که خلق شو خلق میشه. این مثل خلقت الله مثل مخلوقات ولی نیست که مجبور بر یک مخلوق بر نجار مجبور هستیم یک درخت توتا کنیم باز مجبوریم بگی بر ما یک دروازه بساز. الله متعال اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. یا سوره بقره آیه 117. الله متعال میگه که روزی دهنده مخلوقات است، معرفیش کرده که روزی دهنده. والله یرزق من یشاء بغیر حساب. الله هر کس را رزق میده بدون حساب. هر کس را یکی را ببین رزقش زیاد میده یکی را کم میده. و ما مسلمان ها به می عقیده هستیم که اگر الله بر ما رزق زیاد میده رحمتش است و اگر کم میده حکمتش است. پس در رزق زیاد و رزق کم و چی است؟ یک نفر مثلا پیسه کم داره، حکمت الله هست برای اگر پیسه زیاد میداد اون در مقابلش پیسه دار که پیسه دار بعد 40 سالگی نان خوردن نمیتونه، گوشت خوردن نمیتونه، غریبه این تا 80 سالگی این دنبه گوسفند هم تا کیلو خورده میتونه. پس حکمت الله هست. یک کسی زیاد میخوره او زیاد سینه است که مثلا ما پیسه زیاد دارم ما میتونم، نه، او رزقی که تعیین هست او را کس تغییر دادن نمیتونه. اگر برای یک خروار گوشت گوسفند نشته شده باشه تو یک خروار تا 40 سالگی بخورید تا 41 سالگی بیشتر گوشت گوسفند ماندگی بخونی آجی صاحب نه والا ما پرهیز هستم از این پرهیز است از او پرهیز است از او پرهیز است. اما این غریب است برای هم یک خروار گوشت گوسفند نشته شده او نیم خروارش تا 50 سالگی خورده، نیم خروار دیگه تا 100 سالگی میخوره. پس الله رزاق است و وسایل رزق الله خلق کرده. زمین الله هست، خالق الله هست. یک جوان است میگه ما در روسیه یک کس مرا گفت که امی الله چه قسم ما پیسه زیاد دارم، گفت ما چند میلیون دلار دارم، من هیچ نیاز ندارم به خالقی که شما به اون نیاز دارین. میگه ما برش گفتم که در من ثابت کو که من به او چی نیاز دارم، خودم پیسه دارم. میگه من برش گفتم خیسه است خودت همین 50 میلیون دلار تا بگی برده یک دشت. این درخت الله هست، فهمیدی؟ این آفتاب الله هست. این گوسفندا و پرنده ها کسی از الله هست. شیر گوسفند الله را نخر، مرغ الله را نخر، برو خودت از این 50 میلیون دلار یک غذا برای تهیه کن. یکی بسیار آدم فهمیده بود ما نمیتونم. نگفت دیدی که احتیاج داری؟ با مرغ الله ضرورت داری، با تخمی که الله خلق کرده نیاز داری، با گوسفند الله ضرورت داری. گفت ما بنده عاجز هستی که با بسیاری چیزهای ضعیف چیز داری نیاز داری. با یک دیقان احتیاج هستی، با یک آسیابان محتاج هستی. این کلیت پیشری چقدر گفت کلیت کتا است نه؟ پیش سلمان میری چطور کلیت خم میگیری؟ گفت این به او احتیاج داری، محتاج است که سر تا برش خم میکنی. پس گفتی مرد او بتونم کتابتان قرآن که ما چی کنم؟ ما بخوانم. واقعا ما چی هستیم؟ محتاج هستیم. برای آدمای هوشیارم یک کلمه را که بگویی او به گپ میفهمه. با آدمای بی‌عقل که اگر تمام روز گپ هم گفته بری او دم چرت خودت. دیگه از صفات الله که الله رو معرفی میکنه چی هست؟ اجابت کننده دعاها الله هست. الله میگه که الله اجابت دعا میکنه. از این خاطر انسانی که عقیده درست داره پیش مخلوق دست خود بلند نمیکنه. حتی در قبر پیغمبر هم صحابه دست خود بالا نمیکنه. این گپای ما و شما هست. خب این گپای فیسبوکی است. خب این گپای فیسبوکی که چی میگن؟ اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و میفهمن که الدعاء هو العباده. دعا چی است؟ عبادت است. و معبود کسی که برای دست دعا بلند بشه کی است؟ الله هست. و الله بر مخلوقات خود میگه که اما یجیب المضطر اذا دعاه. کی میتونه انسانی که در حالت اضطراری قرار داره، کی میتونه که سوال از او را جواب بگویه؟ و یکشف السوء، کی میتونه که بدی ها را از او دور؟ هیچ کس. حتی مشرکین هم وقتی که بودن اذا رکبوا فی الفلک، خود از اونا چون بسیاریشان در فطرت یک ذره نزدیکتر بودن، وقتی که در کشتی بالا میشدن باز فطرتشان جوش میخورد. اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. بازم کشتی وقتی بالا میشدن که آل دیگه هیچ کس کمک کرده نمیتونه غرق نشین، باز ساخت بالا یا الله یا الله یا الله، باز که کشتی تا میشدن باز میتونه بوت ای هبل ای لات ای مناتی مشکل از دیگه. از این خاطر الله میگه و قال ربکم ادعونی، ای بنده های من دست دعا را با کی بلند کنین؟ با بارگاه ما بلند کنین. استجب لکم. ما چی میکنم؟
اجابت میکنیم. ان الذين يستكبرون عن عبادتی، از این خاطر کسایی که دست دعا را به غیر الله بلند میکنن در روز قیامت که ابلیس حشر میشن. چرا؟ به خاطر از اینکه یا سر الله تکبر کردن. ان الذين يستكبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرین. چقدر خطرناک است که دست دعا را به غیر از الله بلند کنه یک کس. الله میگه کسایی که دست دعا را به ما بلند نمیکنه، دست دعا را میره به غیر از ما به یک مخلوق بلند میکنه، در حقیقت در مقابل ما تکبر میکنه. سیکو آیت مکمل براتون بگم. و قال ربکم، و گفت پروردگارتان ادعونی، دست دعا را به بارگاه ما بلند کنین. استجب ای انا، الله میگه ما اجابت میکنم برای شما. ان الذين يستكبرون عن عبادتی، کسانی که دست دعا را به بارگاه ما بلند نمیکنن، تکبر میکنن، سيدخلون جهنم داخرین، اینا در داخل جهنم میشن. سوره غافر آیت 60. شما همیشه وقتی که درس میگیرین، تعلیم میگیرین، انسانی که حق اگر میگه باید آیت قرآن براتون بده، حق میگه باید حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله باید سندش براتون بده. اما ای که ما شما بخیزیم یک دانه کنیز بود، کنیز سر بام شیشته بود، پاچا سرش عاشق شد، بازو رفت رو دوان. این قصه کنیز و پاچا این گپاییست که قصه های 1000 سال پیش و 20000 سال پیش است. این پیش از پیغمبر هم این قصه های خرافی و گپا وجود داشت. اما کسی که از دین گپ میزنه، از وجود الله گپ میزنه، از ذات الله گپ میزنه، از صفات الله گپ میزنه، باید به هر کدامش آیت بگه. این وظیفه ماست، مکلفیت ماست. اگر نگوییم گناهگار میشیم. باید آیت بگوییم، حدیث بگوییم و مرجعش بگوییم. این نمی چیز است. از این خاطر رسول الله میگه که دو چیز بر شما ترک کردم، یکی کتاب الله و دیگه سنت رسول. شما گمراه نمیشین تا وقتی که به این دو چیز چنگ بزنین، با کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله. چی قسم چنگ میزنیم؟ چنگ زدن با کتاب الله به این معنی نیست که را پشت کن سر دروازه بان. نه، چنگ زدنی است که قرآن باز کنی و آیت قرآن الله را از او بشناسی و مطابق از عمل بکنی. دیگه آیت دیگه قرآن است چی میگه؟ الله خدا معرفی میکنه که شفا دهنده الله هست. معرفی میکنه ذات خود الله را. الله هست که شفا دهنده هست. از این خاطر الله میگه که او مردم، پدر پیغمبرا و کسی که خودش پیغمبر بود و پیغمبر اولوالعزم بود و بسیاری پیغمبرای اولوالعزم از نسل ازی بود و خود رسول الله صلی الله علیه و آله از نسلش بود، یعنی شخصیتش بسیار عالی است. ای لکن در مقابل الله متواضع هست. و چی میگفت؟ و اذا مرضت، وقتی که من مریض شم، فهو یشفین، پس شفا دهنده کی است؟ الله است. شفا دهنده الله. بعضی کسا بیادبی میکنن، شفا دهنده پیغمبر فکر میکنن، شفا دهنده یک مخلوق فکر میکنن، شفا دهنده یک بت فکر میکنن، حتی یک درخت زیر درختش چکار خدا تیر میکنن. شفا دهنده میگه کی است؟ اینه چی است؟ در اونجا مسجد از درخت است، در اونجا مسجد است و درخت است، یک جای است مسجد بالا و زیر درخت. ما خورد بدیم زنا میوردن درخت‌ها چکار خدا زیر درخت تیر میکنن. ما بیا چی میکنن؟ ما نمیفهمیم. البته کدام بازم چشمه بود بالا مسجد است، مالیش قرار شیشتا منیت المصلی در دستش است، درس دادن. منیه درس میده، عقیده را نمیفهمه و کل زنای منطقه در چی مبتلا هستن؟ شرک. چرا وقتی که گفتی درخت شفا دهنده هست چی شد؟ صفت شفا دادن الله بر کی داده شد؟ به مخلوق داده شد. این شرک است. الله و زنا بسیارشان فوت کرد، الله ببخشیشان. مولوی هم شاید فوت کرد. ما خورترک بودیم، ما البته کدام چیز باز یگان فلوا میورد، ما میگن زاد خدا عفو کنه. نه این حال که چی است؟ شرابم که بفروشی پیسه پیدا میکنی. این حال تو نمیشه که اگه پیسه پیدا کردی شرابم تجارت هست. همین کسایی که از ما شما که خوب پیسه رسن نیست همین شراب فروشان. این حال خدا نمیشه که اگه پیسه پیدا کردی یا یک چیز شد، شفا الله میده، نسبتش میده به کی؟ به مخلوق. الله سبحانه و تعالی چرا سخن ابراهیم علیه السلام نقل میکنه؟ شما در قسمت پیغمبر افراط نکنین. سگی پیغمبر است. حکمت چی است که گپ ابراهیم علیه السلام الله در کتاب خود نقل میکنه، گپی که بسیار مهم است. چرا میگه سعی کنین که ابراهیم علیه السلام که پدر پیغمبرا بود، او بنده متواضع بود. نمیگفت که من شفا میدم، بیاین در قبر ما تار بگیرین، در قدم تار بگیرین، بازی تار شده بین گردن‌هایش چکایتان آویزان کنین. سعی کنین. خود ابراهیم علیه السلام و اذا مرضت، وقتی که من مریض شم درست است پیش دکتر میرم، پیش دوا میگیرم، اما شفا دهنده کی است؟
الله هست. از این خاطر از یک دکتر صاحب پرسان کردیم، گفتیم دکتر صاحب در شفاخانه شما در کلی شفاخانه نشته کردین، بازی مرده خانه چی میکنه؟ این چی معنا میده؟ گفت معنا از این است که ما شفا به دست ما نیست، ما دوا میتیم، عملیات میکنیم، میگذاریمش به الله. یک الله شفا میته، رخصتش میکنیم از این دروازه، شفا نداشت قلب رایش میکنیم در مرده خانه. از این خاطر مورد دیگه چی هست؟ الله را معرفی میکنه قرآن عظیمشان، میگه که الله پناهدهنده حقیقی هست. الله تو را پناه میده. و بر رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه الله؟ برش میگه که ای محمد قل بگو بر مردم که من که پیغمبر هستم و من که رسول الله هستم و مرا الله برگزیدهش هستم و مرا در معراج برد و مرا شب اسرا برد و مرا رتبه بسیار بلند داده و خاتم النبیین هستم. ما خودم اعوذ و پناه میبرم بکی؟ برب الناس. فهمیدین؟ قل اعوذ برب الناس چی معنی؟ که یعنی الله بر پیغمبر میگه که ای پیغمبر بگو بر امتت که من که پیغمبر هستم این قدر رتبه عالی دارم، خودم بکی پناه میبرم؟ به الله پناه میبرم. پس دیگه کسی کل شاگردایم است یا کسی را پناه داده نمیتونه. پناه دهنده کی است؟ الله است. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. الله. بس الله در قرآن خدا معرفی میکنه که پناه دهنده حقیقی ما هستیم. متاسفانه امروز یک کس را ببینیم پناه به بت میبره، یک کسی پناه به قبر میبره، یک کسی پناه به بربو میبره، یک کسی پناه به اسپند میبره، یک کسی پناه به العیاذ بالله به تومار میبره، یک کسی پناه به تکی سرخ بیرق خلقیا میبره، یک کسی مثلا اشیاء چیز به سنگ پناه میبره، در سر اشتکک خود مورگک ها رویزان میکنه. چی هست؟ میگه ایره نگاه میکنه از بدی ها به این مورگی پناه میده. احیانا مثلا پناه میبره به جن ها و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن. بعضی کسا به جن ها پناه میبره، بعضی کسا به جادوگرا پناه میبره، بعضی کسا مثلا به صدف پناه میبره، بعضی کسا به عقیق پناه میبره. عقیق چرا پناه میبره؟ به خاطر که همین هوبل که بود اصلا میگه از عقیق ساخته شده، عقیق سرخ. بازو هم پیش بود پرستا که بود، بازو فی عقیق که دمی کلکت کنی توته از بت است. بازی بسیار برکتی است. پناه میبره در حالی که پناه دهنده حقیقی الله است. سومین نکته که الله متعال خدا معرفی میکنه، میگه که الله خالق است که عبادت فقط به او میشه، هیچ عبادت به غیر از او به کسی دیگه نمیشه. الله متعال میگه واعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا. شما عبادت به الله بکنین، هیچ عبادت به هیچ مخلوق در عبادت الله شریک نسازید. پس رکوع عبادت است، بله ما فقط رکوع به بارگاه الله میکنیم. بعضی کسا میگه ما به بزرگای خود رکوع میکنیم، خلاص ما میگیم که الله امر الله هست که واعبدوا الله. آیا رکوع عبادت است؟ بله. ایاک نعبد. مشرکین میگفتن نعبد الله، مشرکین میگفتن نعبد الله. الله متعال ذات عالم الغیب است. الله میفهمید که یا یک گپک خطرناک دارن و چی میگفتن؟ میگفتن نعبد الله و نعبد غیره، یعنی ما هم الله را عبادت میکنیم هم غیر الله را عبادت میکنیم. در اینجا الله متعال آیت قرآن نازل کرد که نه، این گپ شما قبول ندارم، بگوین که ایاک نعبد، خاص الله را چی میکنیم؟ عبادت میکنیم. پس رکوع، سجده، نظر، قربانی، ذبح حیوان، همین ما شما هم مسلمان هستیم، هم در مقابل مخلوقات چی میکنیم؟ مرغ در مقابل عروس ذبح میکنیم. و مولوی صاحب قرار بسیاری وقتا استاد هستن همونجا، مولوی صاحب بیر چیز نمیگین دیگه که باز چی نشه خفه نشه، باید برش بگه علمات چی میشه؟ نعبد الله. گفت نه شما میگه نعبد الله و نعبد غیره، هی درست نیست. بگین ایاک نعبد، فقط الله را عبادت میکنیم، به کسی دیگه ما هیچ عبادت انجام نمیدیم. در آیت دیگه میگه و ما امیرو، و این امتهای قبلی امر نشدن، تمام امتهای پیغمبرا و ما امیر دروغ میگن، یهود دروغ میگن، نصارا دروغ میگن، اینا دروغ میگن، این مشرکین قریش که میگه ما پیروان ابراهیم و اسماعیل علیه السلام هستیم، اینا دروغ میگن. الله میگه و ما امیر، اینا امر نشدن الا مگر لیعبد الله، که تنها الله را عبادت کنه، مخلصین. اخلاص چی را میگه؟ یعنی توحید در عبادت، که 100% عبادت برای کی بکنی؟ برای الله بکنی، له الدین، دین مخصوص از او بگردانی.
و الله میگه ولقد بعثنا فی کل امت، میگه ما فرستادیم در هر امت رسولا. کی در فرستادیم؟ پیغمبره. ان اعبدوا الله، شما عبادت کی رو بکنین؟ واجتنبوا الطاغوت، از طواغیتی که قانون ضد شریعت الله میسازن از او چی کنین؟ اجتناب کنین. از بت‌ها اجتناب کنین، از فرعون اجتناب کنین، از اینا. چهارمیش چی هست؟ خالقی که ارزش ها را تعیین میکنه و حاکمیت مخصوص از او هست. الله، الله کسی است که او ارزش ها را تعیین میکنه. الله متعال ارزش ها را تعیین میکنه. ارزش ها چی هست؟ حق چی هست؟ باطل چی هست؟ الله تعیین میکنه اینی حق است، اینی باطل است، اینی خوب است، اینی زشت است، اینی حلال است، اینی حرام است. پس تمام از اینا رو کی تعیین میکنه؟ الله تعیین میکنه. ایناله الله متعال از این خاطر در قرآن کسایی که حاکمیت به غیر الله میتن، حاکمیت به غیر الله چی معنی؟ یعنی قبول میکنن که قانون مردم تعیین بکنه، حکومت مردم توسط مردم برای مردم باشه، یا قضاوت به غیر از شریعت الله را قبول میکنه. الله میگه الم ترى، بسیاری کسا است الله سه چی میگه؟ میگه الم ترى الی الذین یزعمون، آیا ندیدی کسایی را که یزعمون، زعم چی معنی؟ یعنی کسایی که گمان میکنن. بعضی کساست میگه گمان میکنن. زعامت از زبان عربی که است چی هستن؟ چیزایی هستن که مثلا مردم گمان میکنن. الم ترى الی الذین یزعمون، آیا ندیدی کسایی که گمان میکنن انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، که اونا ایمان آورده با آنچه که بالای تو نازل شده و با آنچه که قبل از تو نازل شده. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لکن اینا میخوان که تحاکم به طاغوت بکنن، یعنی سرشان حکم کی بکنه؟ فیصله کی بکنه؟ طاغوت بکنه. قانون امریکا را میپذیرن، قانون فرانسه را میپذیرن، قانون دموکراسی را میپذیرن، سوسیالیسم را میپذیرن، کمونیسم را میپذیرن. الله چی میگه؟ میگه این بیچاره گمان میکنن که ایمان دارن. الم ترى، آیا ندیدی کسانی را که از امون گمان میکنن که انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، در حالی که امر شدن که به این کافر شوند. پس کسایی که حاکمیت غیر الله را میپذیرن، این اگر خودش بگه که من به الله و روز آخرت ایمان دارم و به پیغمبر ایمان دارم، این دروغ میگه. و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، شیطان میخواد که اینا رو خوب سهی گمراه بسازه. بسیاری کسا هست از یک طرف میگه من مسلمان هستم، از یک طرف حاکمیت طاغوت قبول میکنه. این بیچاران. و الله میگه افحکم الجاهلیت یبغون، آیا حکم جاهلیت میخواین؟ حکم جاهلیت چی است؟ که در حکم جاهلیت اونا به قوانین پدران نیاکان خود، به قوانین مخلوق پرست بدن. افتن چیزی که پدرای ما میگه، پدر سالاری و انسان سالاری کلش اونمو حکم چی هست؟ جاهلیت است. الله میگه که و من احسن من الله حکما، کی از الله کده بهتر حکم میکنه. شما میخواین که حکم جاهلیت بگیرین، یعنی کسی که حاکمیت غیر الله را میپذیره، این در حقیقت اگر 200 قسم موتر و طیاره داشته باشه، این در جاهلیت مبتلا هست. الله میگه افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما لقوم یؤمنون، کی هست که از الله کده حکم بکنه؟ قانون کی بهتر است؟ احکام کی بلندتر است و خوبتر است؟ کی میتونه که خوب حق بر تو بیان بکنه؟ کی میتونه بر تو خوب و زشت خوب معرفی بکنه؟ پس این بر کدام قوم است؟ لقوم یوقین، بر قومی که یقین داره. کسی که یقین به الله داره حاکمیت الله را میپذیره. کسی که دروغ میگه، گمان میکنه، او را بانین. پنجمین قسم جان آیت خواب بچشم لقوم یوقینون، سوره مائده آیت 50. پنجمین مثال چیزش که هست، الله خدا معرفی میکنه که خالق است که دارای اسماء حسنا و صفات علیا هست. یعنی الله دارای صفات، نامهای حسنا هست. حسنا چی معنی؟ یعنی نامهایی که در او تمام و کمال و عظمت و عزت است، بزرگی و جلال و عظمت است. ولله الاسماء الحسنا، الله میگه الله نامهای نیک داره. فدعوه بها، الله را با این نامهای الله بخواین، همون نامهایی که خودش در قرآن و سنت بیان کرده.
اما کسایی که نامهای دیگی از دل خود جور میکنن، الله چی میگه؟ و ذر الذین یلحدون فی اسمائه، کسانی که در نامهای الله الحاد میکنن، یعنی چیزایی رو برای الله میگن که او بز الله شایسته نیست. الحاد در نامهای الله هست. این ترک کنین شما. سیجزون، باز اونا جزا داده میشون ما کانوا یعملون، با آنچه که عمل میکردن الله جزایشان برشان میده. سوره اعراف آیت 180 است. ششم، الله چه قسم معرفی میشه؟ میگه خالق است که از مشابهت با مخلوقات پاک و منزه می باشه. الله را با مخلوقات تشبیه نکنین. لیس کمثله شیء، هیچ چیز مثل الله نیست. پس الله را با مخلوقات تشبیه نکنین که مثال و گپا را بیارین. چرا؟ مخلوق است و خالق است. هفتمین نقطه که قرآن عظیم شان الله را معرفی میکنه، میگه خالق است که او را مخلوقات درک کرده نمیتونن. لا تدرکه الابصار و هو یدرک. این الله که است، میگه او را چشمای ما و شما درک کرده نمیتونه، ما و شما او را درک کرده نمیتونیم. پس صفات الله را، ذات الله را، افعال الله را که مربوط غیب میشه، باید او را تسلیم شویم با اون قسمه که در غیب است. ما او را درک کرده نمیتونیم. پس آیت سوره انعام آیت 103 اینی هست. هشتم، خالق است که از تمامی صفات نقصان پاک می باشه. پس الله متعال خود معرفی میکنه که ای از صفات نقصان پاک است. شما هیچ وقت صفات نقصی که شما انسان ها دارین ای را به الله نسبت ندین. ما را خو میگیره، ما خو میکنیم. سنه چی را میگن؟ پینگی است. یگان وقت سعی کنی، حتی بسیاری استاداست من دیده میشن در جریان درس ببینه که یک چشم خو برده. ما عاجز هستیم، حتی در سر درس یگان سر ما فشار می خو میبریم. در نماز سر ما پینگی می. الله میگه لا تأخذه سنة ولا نوم. آیت الکرسی که هست، در آیت کرسی میگه که و در آیت دیگه چی میگه؟ میگه ولقد خلقنا السماوات والارض. الله میگه ما آسمان ها و زمین خلق کردیم و ما بینهما و آنچه در بین آسمان ها و زمین است فی 6 ایام، در 6 روز. و ما مسنا من لغوب، برای ما هیچ خستگی رخ نداد. یهودیا بیادبی کردن، گفتن الله در 6 روز آسمان و زمین خلق کرد، روز هفتمش رخصتی کرد، استراحت کرد. الله متعال آیت قرآن نازل کرد که ولقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی 6 ایام و ما مسنا من لغوب. سوره قاف آیت 38.